خر چرا نمیفهمی؟ اسرائیل اون بمبا رو تو خیابون مولوی ترکون، نه تو پادگان ما. چی میگه؟ الان چند ماه ما رو مسخره خودت کردی، میگی پوکشو پیدا کنیم کسری بگیری. اکبر من خودم دیدم یکی از این موشکا خورد زیر برجکم عمل نکرد. اوه فعلا خفه شو سرهنگ آبت داره میاد. نه برپا نه چیز ببخشید اطلو نظام الله دست آزاد باشید با این نظام گرفتنتون. حیف امشب حالم خوبه. چطور قربان؟ الان با بچهای هوا فضا چیزی رو تست کردیم که اگه بگیره ما تحت از اسرائیل باقی نمیمونه. چی میگه؟ اینا رو مثل اینکه از حملات قبلی ما هنوز آدم نشدی. با بوق کدوم خبری هستی دیگه؟ زبون بسته صافکاری میرفتی. نه آقا من که ترکش یکی از پهپادهای اسرائیلم، این ریقو هم بمب عمل نکرده است. چی میگه؟ چه بغل چرا خود زنی میکنی؟ خفش بابا، الان 4 ماه تو این لوله فاضلاب ما رو اسیر کردی. این شهلوله آب تهرانی که ترکوندیمش بی آب شد، پزشکیان در جریانه. یه شکل تو خونتون از چه آب میخوری که بهم میگی لوله ها؟ نه بعدش هم هی میگی با مرکز در حال ارتباطم تا نجاتمون بدن. پس کو؟ نمیدونه اینجا همه چیز فیلتره. دعا کن تلگرام باز کنن یه فرضی بشه. اگه فکر کردش را با میکنیم هر کسی بیاد تو مملکت جور خونده. اما تو وقت شما چه کاره ای؟ ایشون سرهنگ آب دستن، مسئول آب اینجا. چی میگه؟ بعدشم تلگرام قوانین ما رو بپذیره، اون وقت تو از یک کمتر یک درشو وا نکنی. داداش الان نمیشه 2 دقیقه وا کنید ما پیام به خانواده‌مون بدیم، نگرانن ها. راست میگه، تازه مردم ایران هم کل خوشحال میشن. والا تلگرام الانش هم با پروکسی وصله، مردم یکیو میخوان که تورمو فیلتر کنه. بابا این موشگوری بازیات ملت آزادی میخوان، دستت هم جری. ببین میدونی چرا با اون موشک نماد اسرائیل هم بود میگفتن جری؟ نه چون اون گربه‌ای که نماد ایران بود همش میخواد جرش بده. چی میگه؟ الان هم اینجا میخواد آزمایش موشکی بشه، صدسیخ اینا رد شه. زودتر فرار کنید تا زهر ترک نشده. صدیق چیه دیگه؟ جربان اینا همش تو لوله فاضلاب بودن، ندیدن صدیق با تلاویز چیکار کرده. ما همه فیلم‌ها رو دیدیم، تو اسرائیل همه موشک‌ها رو رهگیری کردن. ببین تو اسرائیل معلوم نبود موشک‌های ما چیکار میکردن که اداره سانسور تشکیل داره. چی میگی تو؟ آخه چه ربطی داره؟ ربطش به اینه که ما تو ایران سانسورچیامون فقط صحنه‌های خاصی رو سانسور میکنن. چی میگه؟